دوستان عزیز، آیا میدونین که ای چی سبب بسیاری مردم جین میزنه؟ ویدیو رو تا آخر تماشا کنید، لایک کنید و به دیگران برسونید تا اینکه ببینن و آگاه شون. سبب در چیز که جین میزنه، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيئا فلا يمولن الا نفسه. بعد از آنکه طعام خوردین، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه اگر به سوی خواب روی رفتین، یعنی اگر دستاتون را که نشوشتین، در دست شما اگر مزه طعام باشه یا که گوشتپاره طعامی باشه، اگر برای شما میگه فاصابه شیء، اگر چی مصیبتی بالاتون اومد، یگان کسی یعنی گناهکار نکنین مگر نفس خود را. برای چی باید چیکار کنیم؟ بیارفتین. بهترش بعد از آنکه طعام خوردی میای بسم الله میگوی، کم کک فیری در دستت میریزی و این خیلی میریزی و بسم الله میگوی، میشوی، یعنی هم سنت زنده میکنی، هم یعنی دستات میشوی، هم سنت زنده کردی، هم سنت هم خطا جین شیاطین محافظه کرده که نه جینت میزن نه شیطان. با اون خاطر بسیاری ها که هستن که از خواب میخزن اوج گلوان یا که پکلن یا که گرنگن یا که کسان یا که بیمارن، سببش بعضی سبباش همیه که دستور نمیشه بعد از طعام خوردن. الله نگهبانتون باشه. السلام علیکم.